ایشون دانشجو هستن توی انگلیس و قرار شده که تجربیات خودشون، حالا من اون چیزایی که میتونم ازشون بپرسم. 6 ماهی هست که الان انگلستان هستم در قالب دانشجو. خب من دانشجوی اومدم دیگه. من قبلا یه سفر ویزیتوری به انگلستان اومده بودم. در هدفم این بود برم کانادا واسه تحصیل، موفق نشدم، یعنی ریفیوز شد ویزام و بعد از اون اقدام کردم برای انگلیس و ویزا شدم و اومدم در خدمتتون. شما وقتی که درس تموم بشه، چیزی که خیلی نرماله، میتونه بری رو ویزای فارغ التحصیلی 2 سال رو ویزای فارغ التحصیلی باشه. ولی چیزی که مهمه و بتونی به اون دست رسید داشته باشی و دست یابی بهش کنی اینه که شما باید یک کاری پیدا کنی و یه اسپانسری داشته باشی و در قالب ویزای اسپانسرشیپ و این حرفا بتونی توی خاک انگلیس بمونی دیگه. 5 سال رو اون ویزا باشی، بعدش میتونی پاسپورت و اقامت و این حرفا رو بگیری. یعنی شما از شرایطی که توش هستی و برنامه‌ای که برای آینده‌ات چیدی خیلی راضی؟ خیلی واقعا به تمام معنا راضی. من اکانت اوبر ساختم و یه دوچرخه خریدم و شروع کردم با دوچرخه کار کردم. یه ماهی هم شاید کار کردم. بعد یه کوچولو اینجا خوششانسی آوردم. یکی از رستورانایی که رفته بودم برای دلیوری به من گفت من نیرو نیاز دارم. پس شرایط خوبی دارید. الان واسه بچه‌ها چی؟ شرایط بچه‌ها چیه؟ بچه‌ها، من یه بچه، یه پسر 9 ساله دارم، یه دختر 8 ساله. خدا حفظشون کنه. حالا من این وسط سعی میکنم که از شرایط انگلیس هم براتون بگم و بگم چرا من راضی هستم. حالا هر سوالی که میکنم یه چیزی رو ذهنم حتما میگم. من پسرم خب اومد اینجا، رفت کلاس 4، دخترم رفت کلاس 3. در صورتی که دختر من تو ایران کلاس اول بود و اینجا انگار که رفت کلاس 3. بچه ها خیلی راضیان از مدرسهشون. برخورد معلم، ناظم، مدیرا عالیه، چه با ما چه با بچه ها. پسرم که شرایطش خیلی بهتر از دخترم، چون یه معلم جوونی داره، معلم خیلی حواسش به پسرم هست. همون بعد ورود بهش تبلت داده، معلم هر چی که میخواد رو تو تبلت ترجمه میکنه، به پسرم میگه و پسرم هم تو همون تبلت جواب میده. ولی با اون که بچه ها مثلا خیلی زبانشون اصلا خوب نبود، مثلا 1 ماه 2 ماه رفته بودن کلاس زبان داشتن زبان میخوندن، معلم پسرم فوق العاده از پسرم راضیه و میگه که خیلی داره پیشرفت زبانش خیلی خوبه. یعنی من واقعا اصلا نگرانی زبان بچه‌ها رو ندارم، چون مطمئنم اون از ما بهتر میشه زبانشون.